فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگر ما که مخفف اسمشان ا شین از زاهدان است سوال کردن که حکم عقیقه چیست و آیا از گوشت عقیقه خود خانواده هم مصرف کرده میتونن و خیر؟ حکم عقیقه در یعنی قربانی و ذبحی که بعد از تولد شدن بله فرزند می شود طبق احادیث صحیحی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده، یکی سنت است و یکی از حقوق فرزند نو مولود بالای پدر است، بالای پدر و فامیلشان هست. اسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که طفل نو تولد شده مولود جدید در گروی یک قربانی می باشد که برای او ذبح می شود. روزی هفتم برایش ذبح می شود و سری او تراشیده می شود و نامگذاری می شود در این روز بنابر اولویت و بهتری که در این موضوع هست و همچنان به اندازه موی او صدقه می شود، یعنی با وزن موی او چیزایی که از موی او گرفته می شود صدقه باید بکنه و اینها همگی از سنت ها و سنت های مؤکدی هست در موضوع مولود جدید و اظهار شکر الهی از این نعمت بزرگی که الله تبارک و تعالی ارزانی داشته. اما موضوع استفاده مصرف کردن خودشون مسئله دیگری که اینجا بود روزش بود که بهتر از روز هفتم بوده باشد. قسمی که در حدیث آمده یذبح عنه یوم سابعه، روز هفتم از جانب او ذبح می شود. اگر نشد 14 و 21 قسمی که فتوای حسن بصری رحمه الله و دیگر علما هست و بعد از اون روزی مشخصه نیست، در هر روزی که بوده باشد میتواند. و این موضوع روز هم موضوع اولویت هست نه لازمی. از گوشت ای باید که دیگرها هم چیزی مستفید شوند و خانواده هم ضمناً میتواند که استفاده کنند، نه اینکه تمامی او را خودشان استفاده کنند بلکه یک نوع جشن است و یک نوع مراسم و محفل خوشی است که در او خانواده با دیگر خانواده ها خود از سهم میسازه و یک رابطه اجتماعی بر قرار میکنند.